بنا به اطلاع رادیوی آزادی به سردار ریاست کوفتکوب جنایی در ولایت مختار کوهستان بدخشان حمله شده است. منابع گفتند حادثه روز 14 نوامبر در شهر خوروغ روی داده. پای محمد باقرов یکی از لیدران غیر رسمی ولایت در میان است. دفتر مطبوعات حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 16 نوامبر درباره این حادثه اظهار بیخبری کرد. کوشش‌های ما برای صحبت با محمد باقرов تا این زمان به نتیجه بود. یک منبع در ستاد بین اداروی تأمین ترتیبات در بدخشان به رادیوی آزادی گفت نافهمی میان کارمندان پلیس و محمد باقرov روز یکشنبه رخ داد. به گفته این منبع که نخواست نامش گفته شود، در روز حادثه برای تعمیر کوچه مرکزی شهر خوروغ بسته بود، ولی محمد باقرov از محله اوپیدی گذشته است. ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی از ولایت ختلان آورده شده بودند. آنها محمد باقر را نمیشناسند. خلاصه کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی محمد باقر را دستگیر میکنند و او به یک گروه زنگ میزند. این گروه با کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی زن و زنی میکنند و یک نفرش با تبر به قفس سینه یک کارمند میلیسا زده است، نقل کرد او. تصدیق درستی این اطلاع از منابع مستقل فعلا غیر امکان است، اما بعضی از شاهدان حادثه روز سه‌شنبه تصدیق کردند که زن و زنی در پیش پاسگاه در خوروغ شده است. منبع در ستاد بین اداروی تامین ترتیبات در ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت کارمند پلیس لباس قفس زمستانه داشته است و برای همین تبر به او آسیب جدی نرسانیده است. او گفت تصدیق کردن نمیتواند که شخص زخمی شده سردار ریاست کوفتکوب جنایی بود یا نه. تا حال در رابطه با این حادثه کسی بازداشت نشده است. مواد اولیه ترتیب داده شده، پرسجو رفته ایستاده است. افزود منبع در همین حال تاج‌الدین سعیدزاده سردار ریاست کوفتکوب جنایی در ولایت مختار کوهستان بدخشان خبری معتبر زده شدنش را تصدیق نکرد و گفت چنین حادثه نشده است. این حادثه در حال روی می‌دهد که نام ولایت مختار کوهستان بدخشان در یک هفته اخیر با سبب به طور ناگهانی و زودهنگام برکنار شدن رئیس پیشین آن یادگار فیضوف در سرخط رسانه‌ها قرار دارد.